بسم الله الرحمن الرحیم. کجا شد عاشقان دیده گریان، کجا شد عارفان سینه بریان، کجا شد عالمان بحر دانش، خوش آوازان بلبلوار خوانش. کجا یوسف رخان ماه پیکر، کجا شد صف شکن شیران سرور. ببینی جمله را در پرده خاک، چرا چون گل نی با سینه چاک. برو باره به گورستان گذر کن، به حال اقربایانت نظر کن. چی میگویند دانایان خاموش، بگیر عبرت از آن جمعی کفن پوش. یعنی برادران عزیز و بزرگوار، ما و شما باید که از این مراسم و از مرگی این خواهر اسلامی که مثل گلی نو شکفته برین امروز به سوی پروردگار بازگشت دارد، ما باید درس بگیریم. ببینه برادران عزیز، مرگ از یاشی و پیری نبوده است. ما خود را فریب نکنیم جوانها که انسان پیر می شود، کلانسال می شود، بعد از آن از دنیا می رود. ببین این شخصیت حتی تا جای ما می دانیم و خبردار هستیم اون نوع بیمار هم نبودن که از این خوف و خطر باشه که شاید لحظه های آخر یعنی برای زندگیشون رسیده است. و همین خاطر ما و شما از مرگ این خواهر محترمه، از مرگ چنین شخصیت هایی که در اصل دل انسان می سوزانند، ما باید درس بگیریم، عبرت بگیریم که هر یک کدام ما و شما آخر به سوی پروردگار بازگشت داریم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتند من احب لقاء الله احب الله لقاءه و من ابغض لقاء الله ابغض الله لقاءه. هر انسانی که ملاقات خدا را دوست بداره، پروردگار هم ملاقات او شخصیت دوست می‌داره. یعنی برادران بزرگوار، ملاقات الله بعد از مرگ است. بعضی از شارح‌ها گفتن ملاقات پروردگار این مرگ جناب پیغمبر در نظر داره، یعنی بعد از مرگ و پروردگار ملاقات می‌روید. آیا ما و شما مردن دوست می‌داریم یا نمی‌داریم؟ کدامی از ما، یگان کسی ما تیار نیستیم، یگان کسی ما برای مرده یعنی آماده و تیار نیست. همه می‌ترسیم از مرگ. و همین خاطر باید یک نوع زندگی کنیم، یک نوع باید معامله و مناسبت داشته باشیم که وقتی که ما از دنیا می رویم مردم برای ما حسرت بخورن، مردم برای ما غمگین باشن. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنه، میگه روز همراهی پیغمبر بزرگوار ایستاده بودیم، به نزد ما یک تابوت را گذراندن، مردم را به نیکی یاد کردن. یا رسول الله بسیار انسانی خوب بود، بسیار انسانی صالح بود، بسیار انسانی و طاعت و عبادت بود. جناب پیغمبر گفتن وجبه، گفتن براش واجب شد. از قفای اون میگه شخصیت دیگر آوردن، مردم گفتن یا رسول الله بسیار انسانی ناپاک و بد بود، بسیار انسانی یعنی افلاس بود، به عبادت بود، فاسق بود. میگه جناب پیغمبر گفتن وجبه، گفتن براش واجب شد. حضرت میفرمایم ما پرسیدیم گفتیم یا رسول الله انسانی نیکم گفته وجبت، انسانی بدم گفته وجبت، آیا چی چیز واجب شد؟ جناب پیغمبر گفتن شخصیتی را که شما با نیکی یاد کرده برای او جنت واجب شد، اما شخصیتی را که شما با بدی یاد کرده برای او جهنم و دوزخ واجب. او شما شاهدهای خداوند در روی زمین است. شما در روز قیامت یعنی در نزد خداوند شهادت میدید. و همین خاطر ما و شما یک نوع زندگی داشته باشیم که مردم بعد از رفتن ما را به نیکی یاد کنند. و تعبیر دوستای خدا گفتن این عمر به ابر نوبهاران ماند، این دیده به زیر کوهساران ماند. ای دوست چنان بزه که بعد از مردن اندیش کشیدن به یاران ماند. ما چند روز وقتی که همراه برادر عزیز مکه اینجا رفت و آمد میکنیم، هر شخصیتی که از مرگ این کلی خبردار میشود آب چشمهاش پر از آبی دیده میشه، چون که مناسبتی خوب داشت، معامله خوب داشت، هر دلی سنگی را مرگ این شخصیت آب کرد. و دیگر اینکه ببینه برادر عزیز بی‌وفایی دنیا را ببینه که این کلین محترمه ما امروز یک طفل از خودش یادگاری و باقی گذاشت که در سین 5 ماه تا 6 ماهگی هست. طفلی که حال آغوش مادر به سری ندیده است. این بی‌وفایی دنیا هست. ما فریب دنیا، مغرور دنیا نشویم. دنیا هر یک کدام ما و شما را آخر این چنین یعنی
ناامید و خاطر پریشان میکنه. با این خاطر ما و شما حرکت داشته باشیم، از لحظه های عمر، از لحظه های زندگی استفاده ببریم، یک نوع زندگی کنیم. عزیزای خدا، یک مثال دارم، میگه انسان روزی که تولد شدی، روزی که به دنیا را آمدی، برای تولد شدن تو تمام مردم خرسند بودن، همه میخندیدن، اما تو گریان تولد شدی. آنچنان زندگی بکن که روزی که از دنیا میروی تمام مردم گریان باشند، تا از دنیا خندان بروی. یعنی برای فراقی تو، برای مرگی تو تمام مردم غمگین شوند، یعنی خرسند نشن که بگن پاتم قدر گنده کرد چی داخل مرگ بره. وقتی که ما و شما از دنیا رفتیم مردم چی بگن خدا رحمتش کنه، انسان خوب بود، انسان صالح بود، یعنی که مردم ما را به نیکی یاد کنن. و این خاطر ما و شما برادران عزیز بزرگوار حرکت داشته باشیم که یک نوع زندگی کنیم که آخر از دنیا به سر بلند و سوی پروردگار بازگشت، آخر خداوند ما را در بندگیش قبول داشته باشه، آخر رب العالمین ما را دعوت کنه که ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، یعنی پروردگار ما را در بندگیش قبول داشته باشه و به سر بلند هم دنیامون آباد کنیم هم آخرتمون. پیغمبر بزرگوار گفتند الدنیا مزرعه الاخره، دنیا زراعتگاه آخرت است. برادر عزیز، در همین دنیا یا آخرت آباد میکنی یا ویران. برای تو در آخرت یعنی یکون شخصیتی نیست که جنت تو را آباد، جنت به طاعت و عبادت و بندگی این لحظه چیکار میکنی؟ آباد میکنی. و این خاطر ما و شما برادران عزیز بزرگوار حرکت داشته باشیم، یک نوع زندگی کنیم که آخر به سر بلند و به آبرو از دنیا به سوی پروردگار بازگشت داشته باشیم. اکنون حقی بالای هر انسان دو حق است، یکمش حق الله. از خداوند امید داریم که کمبودی که این خواهرمون داشتن، پروردگار بسیار بخشنده مهربان است، اما تا جای ما خبر داریم الحمدلله اهل نماز بودن، اهل طاعت و عبادت بودن و الحمدلله که شوهرشون هم از این شخصیت راضی هستن، چون که دو سه رسید با آبی دیده میگردن، از فراق همسرشون یک نه اشک میریزن. پیغمبر بزرگوار گفتن که هر زنی که ایما امرأت ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه، تن هر زنی که شوهرش از او راضی باشه و بندگی کنه و زن داخل جنت میشه. الحمدلله تمام شخصیت خواهر ما رو میشناختن، از اونها یعنی احساس راضیگی و غمگینی دیدیم ما بعد از مرگ. دیگر اینکه حق بنده های خدا شوهرش، دیگر برادرهایی که یعنی توکل و امید جان، خصوصا که حاجی کریم خودش، دیگر شخصیت های قطعیش یعنی مناسبت همکارگی داشته و یعنی سالهای زیاد همراهی تو بود در دوام حیات، چی گپی پست و بلند بینتون گذاشته باشه. انشاءالله امید دارم که شخصیت صدای بلند نداشت، شخصیتی را هم آزار نداده باشه، کسی را خفه کرده باشه. این لحظه وقتی بخشش جوان مردی خواهش میکنیم ببخشه. خداوند بخشنده ها را دوست می‌داره. دعا کنیم پروردگار خواهر محترم ما را سفر آخرت به خیر بگردان. پروردگار زبانش برای جواب منکر و نکیر گویا بگردان. پروردگار بار الها قبرش باغ از باغ‌های جنت بگردان. پروردگار برای اهل بیتش خصوصا برای یعنی شوهر محترمش پروردگار صبر جمیل و ثواب بزرگ نصیب بفرما. پروردگار برای جمعیت ما را اون ثواب قرائتی که پیغمبر بزرگوار گفتن نصیب بفرما. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین. برادر از جناب پیامبرتون هر انسانی که جنازه بخونه خداوند ثواب یک قرات در نامه اعمالش نوشته میکنه. هر شخصیتی که بعد از جنازه تا سر منزل تا دفن کردن میت بره و خداوند ثواب 2 قرات در نامه اعمالش مینویسه. یک قرات پرسیدن چقدر؟ جناب پیامبرتون به اندازه یک کوه بزرگ. هر کسی که بیکار باشه ماشین ها هستن الحمدلله مقصد اینجا دفنش میکنیم، همه میدونن همراهیمون ان شاء الله تا سر منزل کسی که بره بهتر بشه.